جمهوری اسلامی و رسانه‌های ایرانی چطور با نفوذ رسانه‌ای در افغانستان سعی دارن زبان دری رو تغییر بدن. پایگاه خبری میراج نیوز در استرالیا در گزارشی به این موضوع پرداخته که ایران با اعمال نوعی قدرت نرم تلاش میکنه زبان دری افغانستان رو دگرگون کنه. به اعتقاد نویسنده، رسانه‌های طرفدار ایران که از قضا با پول مالیات دهندگان غربی هزینه‌هاشون تامین میشه، در این فرایند دست دارن. بنابراین مقاله تعداد بیشماری واژه‌های ایرانی، اصطلاحات عامیانه و تعبیرهای ایرانی از طرف رسانه‌های چاپی و آنلاین وارد افغانستان شدند که هدف بیشتر اونها از بین بردن لغت‌های قدیمی در افغانستانه. در ادامه می‌خونیم مجری‌ها و برنامه‌سازانی که در رسانه‌های تحت کنترل اقلیت‌های طرفدار ایران کار می‌کنند، با دقت و ظرافت لهجه ایرانی رو تقلید می‌کنند تا زبانشون رو از زبان محلی افغانستان متمایز کنند. بنابراین مقاله وقتی در زبان دری کلمات پشتو که یکی دیگه از زبانهای ملی افغانستانه به کار میرن، حروف پشتو کاملا حذف شدن. نویسنده در پایان به این نتیجه میرسه که اگر روند نفوذ ایران به این شکل ادامه پیدا کنه، گویش هزارگی کم کم و در سکوت میمیره و از دولت افغانستان به خاطر ضعفش در تصویب مقررات مؤثر برای رسانه‌ها انتقاد میکنه.